جهانی داستان واقعی هست از اینکه دانشمندا اومدن گفتن یه نهنگی هست که فرکانسش با بقیه نهنگ‌ها فرق میکنه و بقیه نهنگ‌ها فرکانسش رو نمیگیرن. تنها ترین نهنگه. ایمیل های زیادی از سوی مردم دریافت کردن که آقا ما بودجهش رو تامین میکنیم با مردم، برید اینو پیداش کنید. دانشمندا اومدن دوباره گفتن که این تنها ترین نهنگ، چون فرکانسش مثلا 25 هرتز، نهنگای دیگه یه فرکانس دیگه دارن، این تولید صدایی که میکنن نمیتونن هوا پیدا کنن، این دلیل نمیشه که این نهنگ تنهایی رو حس کرده باشه. چون تنهایی لزوما زمانی درک میشه که تو یه صمیمیتی رو دیدی، لمس کردی، بعد دیگه نداریش، بعد اون موقع تنهایی حس میشه. تنهایی این که از ابتدا این تنها بوده، میتونه تنهایی رو به شکلی که ما حس میکنیم حس نکرده. حالا یه کوچیکی از این صدای نهنگی که موسیقی خیلی قشنگی هم کنارش هست رو با هم بشنویم. چشمامون رو میبندیم، بغلمون رو باز میکنیم، همون بغلی که شاید سالیان سال برای دیگران باز کردید، اونها رو در آغوشتون فشردید. همون بغلی که باعث گرم شدنشون شده. همون بغل رو باز کنید تا بتونیم نهنگ تنها رو در آغوش بگیریم. الان در درون تو یه نهنگ هست که سالها داره صدات میکنه، اما شاید صداش رو نشنیدی. شاید داره در فرکانسی تو رو صدا میکنه که با پیرامون تو قابل شنیدن نیست. این نهنگ از کودکی با توه. شاید مثل سن نهنگ ما 30 سال داره پیام میفرسته. این نهنگ خود تویی که بهت بارها گفته خودت باش، اما تو میخواستی دیگری باشی تا تنها نمونی، اما باز تنهایی رو حس کردی. حالا بعد از سالها میتونی صدای نهنگ رو بشنوی، نهنگ رو بغل کنی. لطفاً بغلتو جمع کن، خودتو در آغوش بگیر. من سکوت میکنم تا دقایقی طولانی نهنگ رو بغل کنی، بشنویش و بالاخره بگی که شنیدمت.